هپاتیت شرم کن، من بازیکن پرسپولیسم. سرژ اوریه بازیکن سابق تاتنهام و پاریس سن ژرمن که اومده بود پرسپولیس الان معلوم شده که هپاتیت B داره. آزمایش کردن و از اینکه جذبش کردن دیدن ایشون هپاتیت B. آزمایش نمی‌خواستن. بازیکن پاریس سن ژرمن و تاتنهام که میاد پرسپولیس حالا هپاتیت B هم داشته باشه، یه چیز B حداقل داره. یه چیزیش هست. شما قبلش باید اینو متوجه میشید دیگه. بعد مدیرای پرسپولیس گفتن که آره اون که آره ولی منتقل نمیشه. آقا هپاتیت داره که داره. این فصل رو میخواد بازیکن پرسپولیس باشه. به کسی هم ربطی نداره. مثلا بیماریهای دیگه هم داشتی باز خیلی بهتر بود تا هپاتیت. جون آدمو میگیره واقعا. اگه یرقان داشتی یه مدت میذاشتیم زیر مهتابی برطرف میشد، سریع میومدی به معده برمیگشتی. اگه میگرن داشتی اصلا برات بهترم هست چون برقای ورزشگاه میره تاریک میشه، راحت میتونستی فوتبال. واقعا میگرن داشته باشی ایران بهترین جا برای فوتبال بازی کردنه. حالا البته رامین رضاییان ممکنه تو بازی اون ادشیرینه رو بزنه که سردرتو تشدید کنه، ولی اشکال نداره تو اونوری این وره. اصلا ببین کی بشه تو بازی از کنارش رد شی. اختلال شخصیت مرزی اگه داشتی با توجه به پست اصلا برات عالی بود، از همون لبه خط مینداختی عالی بود. برونشیت اگه داشتی چه بهتر، واقعا میتونستی با بقیه بازیکن‌ها ارتباط بگیری. این بازیکن‌های درونشیت الان همش تو خودشون هم با کسی حرف نمیزنن. بری اگر داشتی حتی یه برگردی هم برات میگرفتی که پشتت خالی نمونه، میری برگردی حل کنی. هر بیماری واقعا بود قابل حل بود، ولی هپاتیت نه دیگه. حالا امیدواریم دوباره این کیسا نشه که بره قرامت میگیره از ما سر این قرارداد و اینا هیچ وقت هم بازی نکنه. ان شاءالله اگه قرامت گرفتی خرج دوا درمونت بکنی که خوب بشی، بهتر بشی، بتونی بیای برای تیم محبوبت پرسپولیس بازی بکنی. والگل گرم به گرم به آرزوات برس.